مردم غیر ده انفجار اتمی بیدار شو کنه. مردمی که جوونشون تو مقطع دکترای یا ایره شیشه اوینه گرن جلوی آخوند یگه حفظ کن منه استی شفا برم بچم، این مردم رو بیدار کنی. و تو این مقطع زمانی ایران ده نیاز به عبید زاکانی و ایرج میرزا ناره که به صورت شعر و طنز حالی یکی کنی که کسی ریا مذهب یه چیز خرافاتیه. این روزا ده یه شخصیتی مثل بابکی خواه، مثل گل سرخی باید به وجود بیا. من یادم بی سوالیم با جنابالی منی گروه و یه افرادی شاید هم نظر که صدای این گروه هم و در نیرد چگونه کمک کنه و بیدار کردن مردم. این مردم خوشون ایخان که خوبون، مردمی که هستی هر روزشون یک قرص خوابی آخوند داده به نام دعای روز یکشنبه، به نام دعای روز، مردمی که 1400 سال قرص خواب مذهب خرن و روحشون خوابه، هنوز به این درک نرسیدنه که همینطور ساده بگن ای خدا این کرونا نوری سر ما کم کو. هنوز گوش یه شیخی گرن که دعای صحیفه نونم سجادیه کارساز تو کرونا، هنوز مردمی که اینه درکشون اینه ویوتی داریم بیدار شو کنیم. هنوز مردمی که دونن خدا لریبه لده، مردمی که هنوز تو بیان کلمات عربی دقت کنن که خدا نه ایرادشو بگیره و فکر کنن خدا اینقدر سوالش کم، شعورش کمه که فارسی نیفهمه. این مردم هم میترم بیدار کنم یا توی تری بیدار کنی. مردمی که هنی نونن خدا با قلبشو که بزنه نه با زبونشون، تو میتریم بیدارش کنیم. تو همون یاسوج خود هنی گن بدل خمینی، هنوز تو فضاین، هنوز خمینی نه تو مایی بینن. تو چطوری تری مردم بیدار کنیم؟ پشت پرده حرف زدن ده گذشت زمانش، زمان عبید زاکانی گذشت. باید رک بی پرده شجاع و دلیر بگی که مذهب خرافاته، مذهب یه لایه‌ایه که رو نور الهی نپوشنده، مذهب یه خاکستریه بر رخسار خدا که نیل خدا نمایان بود. مگر رومی، مگر مولانا، نه یا آخونده یا ملایی سر منبر گپیزه و وریزه وقتی که با شمس رو بر رو آبی چه انقلابی درونش وابی؟ مولانا چو آبی؟ داری مردمی که تعریف از مولانایی کنن و خوون موتی ترین بیدارش کنیم. مردمی که هم مولانا نقبول دارن هم شیخ فلان قومی نقبول دارن، این مردم شخصیت تو پارادوکسه. این مردم نیمو شخصیت چون باید شدن ویگو گیاب بزنی که بیدار آبون نهایتش متهمت کنن و کفر، همینطوری که مولانا متهم کردن، شمس متهم کردن و کفر کافری. چه فرقی کنه او مردم و این مردم؟ وقتی که مردم مذهبی بودن، چه مردم 1400 یا 1000 سال پیش، چه مردم الان زیر همون قرص خواب مذهب خوابن. ما عذری خوام که سریع حرف بزنم، تعدادی حرفمون نفهمن، شاید برنجه، شاید ناراحت آمون.